بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. شاگردای عزیز و گران قدر، ما و شما در صفت الجبار الله سبحانه و تعالی در این درسی که ما و شما خواندیم، در درس 12 در صفت الجبار الله سبحانه و تعالی در قسمت سومش رسیدیم که با نام الجبار الله چه قسم زندگی بکنیم. پس ما و شما فهمیدیم که یکی جبر قوت است و یکی جبر رحمت است و یکی جبر علو هست. این حال وقتی را فهمیدیم، حال با این نام الله سبحانه و تعالی که الجبار است چه قسم زندگی بکنیم. اول جبر رحمت. جبر رحمت به این معنی که الله سبحانه و تعالی اصلاح کننده ماست، ذات هست که بسیار رحمت داره، ذات با قدرت و با عظمت است که با رحمت است و با اساس رحمتش بر ما تمامی مشکلات ما را حل میکنه و مشکلات ما را حل میکنه و ما را اصلاح میکنه و جامعه ما را و هر چیز و مشکلات ما را اصلاح میکنه و برای اصلاح ما پیغمبرها را فرستاده، برای اصلاح ما قرآن، کتاب های آسمانی هست، قرآن عظیم الشان است و برای اصلاح ما مثلا عقل ما را داده، حس بر ما داده تا که از قرآن و از سنت استفاده بکنیم و به این شکل یک انسان مؤمن خوب باشیم. این جبر رحمت الله هست. همچنان الجبار را فهمیدیم به معنای جبران کننده هست. چی معنای جبران کننده؟ یعنی هر سختی و مشکلی که میایه به اساس حکمتش الله سبحانه و تعالی برای یک بنده مؤمنش یک سختی نمیره، یک مشکل میره، یک امتحان میره، او را باز جبران میکنه. چه قسم جبران میکنه؟ یا در دنیا و یا هم در آخرت. در دنیا مثلا شخصیت های بزرگ وقتی که اینا امتحان شدن، بالاخره آدم علیه السلام وقتی که امتحان شد، آل به اساس این امتحان و این سختی که برش گفت که آل از جنت با این شو امتحان بزرگ تو که در زمین باید باشی. اگر آدم علیه السلام با این امتحان خود، ببین حکمت الله را، به زمین پایین نمیشد، اینی جاعل فی الارض خلیفه، باز این خلافت الهی را در زمین الله تطبیق کردن نمیتونست. او در جنت قرار در نعمت ها خو میکرد خلاص. اما الله متعال میخواست که این آدم علیه السلام چی باشه؟ خلیفه الله در زمین الله باشه. به می قسم یوسف علیه السلام، اگر یوسف علیه السلام همون لحظه که مصیبت برش آمده بود عاجل این مصیبت حل میشد، خلاص پس یوسف علیه السلام میره در بین برادرای خود و اموج امرای زنا در گوسفند چرانده و در تربیه حیوانات و مواشی و در اون منطقه باید می بود. اما وقت مصیبتش کلان شد و بالاخره یوسف علیه السلام به مصر رفت، توانست بالاخره در مصر نظام الهی را که من حیث خلیفه الله در زمین الله حکم الله را تطبیق بکنم، در این منطقه حکم و شریعت الله را تطبیق کرد. به این قسم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش مصیبت ها آمد، این مصیبت ها وقتی که آمد، آل جبران از این مصیبت ها را الله چی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط از خودگاهش، توسط امو مردم منطقیش، توسط امو کسایی که برای بسیار احترام داشتن قصد میشه که باید این کشته شود. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم به سختی ها ما شما در سیرت خوانید هجرت میکنه و مدینه منوره. حالا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این سختی ها را میبینه، جبران از چی است که الله متعال برای این مقام بسیار عالی و بزرگی که او مقام خلافت الهی در زمین الله تطبیق حکم الله است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمو که اینی جاعل فی الارض خلیفه، در زمین الله رسول الله صلی الله علیه و سلم نظام الله را تطبیق میکنه و همین مدینه منوره نقطه آغازین میباشه برای تطبیق شریعت و احکام الهی در زمین الله. اینی جاعل فی الارض خلیفه. و به این قسم بعد از این خلافت خلفای راشدین و خلفای عباسی و خلفای اموی و عباسی و عثمانی، این حال هر مصیبتی که میایه الله متعال او را چی میکنه؟ جبران میکنه و برای هر بنده خود که اگر مصیبت زیادتر میده با مو اندازه جبرانش بیشترتر است و این خود در دنیا هست، در آخرت هم الله متعال بر از نعمت‌های دیگه چی میکنه؟ عوضش میده. پس ما به این عقیده زندگی میکنیم که هر مصیبتی که ولو یک خار در دست یک مؤمن بخله، الله متعال رو جبران میکنه و به عوض از اون نعمت‌های خود در دنیا و آخرت برای انسان میرسانه. سوم قسم جبر علو است. علو چی معنی؟ که الله متعال با
با عظمت خود، با قدرت خود در مقام عالی هست. در مقام عالی هست که ما و شما پایین هستیم، او در مقام عالی هست که از اون مقام عالی که به جلال و عظمت شایسته هست تمام بنده های خود کنترل میکنه، تمام بنده ها را کنترل میکنه و کلگی تحت کنترل الله هست. شهید است، شاهد است و رقیب است، مراقبتشان میکنه و محیمن از بالایشان حیمنت داره و جبار است، بالای از اینا سیطره داره. پس این جبر علوم شد که بلندی است. جبر قوت چی هست؟ الله متعال فهمیدیم که دارای جبروت و کبریا هست و قوت و عظمت است. او ذاتی هست که تمام مخلوقات تحت قدرت خود، تحت سیطره خود اما تو تسلیمشان کرده. الجبار هست. آفتاب ببین چقدر بزرگ است ولی آفتاب ما و شما را در نمیده. چرا؟ به خاطری که تحت جبروت الله هست. الله او را تسلیم کرده و ما و شما او را مسخر ساخته. اینمی قسم مثلا بسیار مخلوقات بزرگ هستند که کلش تحت سیطره از اینا هستند و ما میفهمیم که حتی این دشمنای خطرناک فرعونای حصر ما و شما که امروز هستند، این فراعنه‌ای که مثلا طیارهای بسیار بزرگ و اتم‌های خطرناک دارن و همیشه 24 ساعت به خاطر دشمنی با اسلام برنامه میسازن، اینا کلشان تحت جبروت الله هستند. ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید. وقتی که الله بگیره باز گرفتنش سخت است. میبینی که با تمام امکاناتشان یک مرتبه اینا را نابود میکنه. فرعون چقدر دعوای خدایی میکرد و میگفت که انا ربکم الاعلی. الله متعال چی کرد؟ شد ذلیل ساختش که غرق در دریا شد و در بحر غرق شد و بالاخره برای دیگرها عبرت گشت. قارون با مال و تمام امکاناتش غرق در خاک شد و از بین رفت. بنابراین الله دارای جبر قوت است. جبر قوت چی معنی؟ یعنی ذاتی که مسیطر است، مقتدر است بالای تمام مخلوقات و ما مخلوقات کل ما تحت تسلیم از او هستیم و کسایی که با ما ظلم میکنن بر ما ظلم میکنن و دشمنی میکنن و به خاطر ازی که ما توحید الله را و راه الله را و الله را دوست داریم و رسولش را دوست داریم، الله متعال با جبر قوت خود اینا را روز از روزها نابود میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.